در اوایل قرن 19 میلادی انگلیس روز به روز قدرت خود را در هند و منطقه گسترش میداد. از طرف دیگر امپراتوری تزاری روسیه هم روز به روز قدرت خود را در آسیای مرکزی گسترش میداد تا از نفوذ بریتانیا جلوگیری کند. قدرتگیری این دو امپراتوری و گسترش قلمرو آنها تا افغانستان را در مرکز این دو امپراتوری واقع کرد. بریتانیا هم برای اینکه از روسیه تزاری در منطقه نفوذ بالاتر داشته باشد، در سال 1839 میلادی برای بار اول افغانستان را تصرف کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه ادامه ویدیو را ببینید حتما کانال ما را سابسکرایب کنید. بعد از اینکه امپراتوری درانی در افغانستان تأسیس شد، مدتی که گذشت جنگ میان پسرهای تیمورشاه که نواسه یا همان نوه‌های احمدشاه میشد آغاز شد. در میان جنگ برادران نابینا کردن یک کار معمول بود و یکدیگر را میکشتند و در این میان خانواده محمدزی در دولت نفوذ زیادی یافتند و امیر دوست محمد خان پادشاه افغانستان شد. در این هنگام بزرگترین تهدید برای هند بریتانیایی روسیه بود که میخواست به آبهای آزاد دست یابد. امیر دوست محمد خان هم از اوضاع طوری میخواست استفاده کند که پشاور را دوباره به دست بیاورد. امیر دوست محمد خان به بریتانیا نامه نوشت و از آنها خواست که با هم متحد شوند و دوباره پشاور را به دست بیاورند، اما بریتانیا قبول نکرد. در این هنگام یک شخص روسی وارد افغانستان شد تا با امیر دوست محمد خان مذاکره کند، اما دوست محمد خان دوباره پیشنهاد اتحاد را به انگلیس ها دادند و آنها دوباره رد کردند. دوست محمد خان در این وقت خواست که با روسیه نزدیک شود که اصلا قابل قبول بریتانیا نبود. شاه شجاع نواسه یا نوه احمدشاه هم در هند بریتانیایی زندگی میکرد و بریتانیا خواست که به افغانستان حمله کند و شاه شجاع را که دست نشانده ایشان بود به قدرت برسانند. در سال 1838 میلادی انگلیس ها با 30,000 سرباز به افغانستان حمله کردند و در مدت کوتاهی قندهار و غزنی را تصرف کردند. در ماه اگست همان سال بود که بریتانیا همراه با شاه شجاع کابل را تصرف کردند. شاه شجاع یک شاه ناتوان بود و گفتن کلمه شاه هم برایش خوب نیست، چون که قدرت اصلی در دست مکناتن بریتانیایی بود. بریتانیا مراکز نظامیشان را در شهر کندهار، غزنی، جلال آباد و کابل ساختند. بعد از آن امیر دوست محمد خان به بخارا فرار کرد و مدتی که گذشت مکناتن به هند بریتانیایی نامه نوشت و گفت که اوضاع افغانستان کاملا آرام است و هیچ تهدیدی برای بریتانیا از این سمت موجود نیست. بریتانیا برای اینکه حمایت غلجایی ها را هم داشته باشد به آنها پول میدادند، اما ماه اصل بریتانیا زیاد دوام نکرد و در سال 1841 میلادی قیام ها در سرتاسر افغانستان آغاز شد که رهبری آنها به دست وزیر محمد اکبرخان پسر دوست محمد خان بود. وزیر محمد اکبرخان راههای ارتباطی بریتانیا را از بین می برد و جاده هایی که ارتش از آن می گذشت را خراب می کرد. در این زمان بریتانیا برای غلجایی ها پول ارسال نکردند و اقوام غلجایی هم با بریتانیایی ها درگیر شدند. از طرف دیگر در کابل شایعه شد که سربازان بریتانیایی با زنان افغان خوشگذرانی می کنند که خون مردم را به جوش آورد و در کابل شروع به قیام کردند. مردم کابل یکجا به خانه فرمانده برنز حمله کردند و دیدند که زنها در آنجا بودند. در همانجا مردم کابل فرمانده برنز را تا حد مرگ لطوکوب کردند و سرش را از تنش جدا کردند. در این هنگام مکناتن با وزیر اکبرخان وارد مذاکره شد، ولی هدف اصلیش این بود که وزیر اکبرخان را سرگرم مذاکره کند تا ارتش از قندهار برسد. حتی هدف داشتند که خود وزیر اکبرخان را ترور کنند، اما وزیر محمد اکبرخان هم از هدف آنها آگاهی داشت و در حین ملاقات مکناتن را کشت. ارتش بریتانیا به سمت جلال آباد عقب رفتند و وقتی که ارتش بریتانیا در حال گذشتن از راه بودند، قبایل و مردم قریه به آنان حمله کردند و همه آنها را کشتند. در این میان فقط یک نفر به نام دکتر برایدن زنده ماند و همگی ارتش از بین رفت. عاقبت شاه شجاع هم مانند فرمانده برنز و مکناتن شد. در این وقت ارتش بریتانیا در کندهار، جلال آباد و غزنی حضور داشت، اما از لندن به آنان امر شد تا به جنگ خاتمه دهند و افغانستان مثل همیشه توانست که ثابت کند که گورستان امپراتوری هاست.